سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم بهتون بگم که چطور با برنامه ایرانی خیلی راحت بتونین پول به دست بیارین. خب اپلیکیشن میلی رو میتونی از مایکت یا بازار نصب کنید. وقتی نصب کردین وارد بخش ثبت نام میشین برای اولین بار. اینجا شماره موبایلی که دارین رو باید بزنین. خب فقط توجه داشته باشین که شماره موبایلی که میزنین باید با یه کد ملی هم باید جلوتر برای احراز هویت بزنین که اونم مهمه. خب کد ملی و شماره موبایل که دارین بعد مال یه نفر باشه، مثلا شماره‌تون به اسم خودتون یا به اسم پدر مادرتونه، همون شماره رو بزنین. کد ملی هم همون رو بزنین، میگن نه اینجوری درست نمیشه. خب شماره ملی رو میزنین، کد دعوت توجه داشته باشید کد دعوتی که من میگم بزنین، چون بعضی کد دعوت ها درست نیستن و ممکنه گناه حذف شه. بعضیش مثل کد دعوت شما معتبر شد. میلی آندرلاین کدگاه. خب 5 چیزی این کد دعوت رو وقتی بزنین قوانین و شرایط هم میزنین و تایید و ادامه. وقتی اینو میزنین دیگه باید تاریخ تولد بزنین، یه تاریخ تولدی هم بزنین که بالا 18 سال باشه و کد ملی همون شماره که وارد کردین دیگه، نام و نام خانوادگی و بعد تایید و ادامه بزنین. به شما چند گرم میلی میده، چند میلی گرم میده و میتونین تبدیلش کنین و بریزین تو کارتتون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خداحافظ.